شرایطی اصل استحصالش زیاد کردن ما با هست همین چیزاشو فروشش سالکک ما محدودیت دارد برای همین استحصال ما سالکک کافو میموند. پیش خوب بود. بازار گوید ببین اصل به خریدار نیست. خراجات زمین پروری کلوندیه. بالای من 90% اصلچی بود حواس پاتوف کنید. یک لو خریدار نیست. کم. جدا کم. اما من خانم با اصلی ساز فروخته نمیتونیم. با من بازاریتی کشاورز است. من یک تکلیف میکنم که خریده گرفته. بعد من خودشون دیگر دولت رو اکسپورت کنم بسیار نمیشه. استحصال اصل هنگام کار با باغچه‌های زنبور و مبارزه بر ضد بیماری‌هایی که در زنبورها پیدا می‌شوند و استفاده داروهای بیطاری به مانند آنتیبیوتیک‌ها یا که داروهای ضد میکروبی که هنگام نادرست استفاده بردن آنها پیدایش آنها در محصولات مذکور زیاد می‌کردند. تشخیص‌های لابراتوری ما پیدا کردیم که اکثر اصلی که در تاجیکستان موجود دارند باقی مانده‌های آنتیبیوتیک‌ها را دارند. 4 نمود آنتیبیوتیک عموما در زنبور پروری برای معالجه کسری زنبور اصل من کرده شده هستند. این فوماگلین دیگیتسه، بعد من همین تتراسیکلین، لومیتستین، بعد استروید ها، بعد آنتیبیوتیک هایی که ترکیبشون سینتتیکی است، نیتروفورانی میگن. این گروهی همین آنتیبیوتیک ها من کرده شده هستند. گفتم میتونم که باید با یکم مشکلی یعنی خودتون تاباد میتونید وقتی که بیمار شدن زنبور؟ خودم میخواد کانال‌های هر خیل معده و بسیار شدگی هست برای همین هر خیل داروهای هر خیل فهمیده زدی ساده مقصد همین سه اشعار مشاهده ها تحلیل ها نشان میدهد که زنبور پروران همین آنتیبیوتیک ها رو نادرست استفاده میبرند یا که از حد زیاد استفاده میبرند. بعد به تشخیص آزمایشگاهی استفاده آنتیبیوتیک درست نیست. در زنبور بسیار مواد با در نظر گرفتن حرارت هوا کارکرد کرده می شود، چون که بعضنش بخار می شود، بعضنش حال می شود، بعضنش با دیگر بیان میکنند. همین به نظر گرفته پیشگیری کردن ممکن. از جهت بخطری نوبسته کدام محصولات هست نیست. کمیته بخطری عذرخواهی نزد کمیته جمهوری تاجیکستان جوابگوی است. صادرات چی واردات باید از جهت بخطریش از آزمایشگاه لابراتوری جمهوریوی نزد کمیته بخطری عذرخواهی گذاشته اجازت نامه میدهند که بی ضرر است. اساس همین میتوانیم و همین صاحب کار در حجت‌های پروتکل سنجشی خود یعنی که همین اصل ما سرتیفیکات داده میتوانیم به مدت 3 ماه. وقتی که من اصلای ما میگرفتم در همون لابراتوری شهر روسیه همونجا میسنجیده برای اون که در ما وجود ندارد همین خیلی لابراتوری که همین ترکیبش به خیلی آنتیبیوتیک بودگیش مثلا بودگی نبودگیشه. در تشخیصگاه ما سنجش اصل و غولینگ تا حاضر یگان مراتب گذرانده شدگی نیست.
дар ҳолате ки бемориҳое ки мо шароити санҷиши онҳоро надорем, мо метавонем онҳоро ба маркази миллии ташхиси бехатари оилақаворӣ ба шаҳри душанбе равона намоем. صادراتی اصل موافق معلومات‌های آمار گمرکی در سال 2021 با مبلغ 140,000 دلار آمریکایی، یعنی با دیگر دولت‌ها صادر شده است. ولی این نظر به سال 2020 باشد با مبلغ 128,000 دلار آمریکایی زیاد گشته است. اصل پرداخت‌ها آزاد است با جز خراج گمرکی که همون هم از ارزش گمرکی وابستگی دارد. دولت اوکراین با سفر آموزشی رفتیم. در اونجا برای چخیل صادرات کردن یا اصل در ترکیب اصل نبودن داروباری‌های بایتاری مثال اگر باشن قبول نمیکنن اصلی مورد. ما فهمیدیم که اوکراین از سال 2014 تا سال 2020 استحصال اصل رو از 32,000 تن تا 80,000 تن بلند برداشتن. این چی معنی دارد؟ این معنی دارد که لایه‌های با مانند لایحه ما یک دروازه را گشوده میکنند که در آن امکانیت به کارخانه‌های خرد میانه پیدا میشود که آنها اقتدار پنهان شده را پیش برند و آن را تا اندازه زیاد کنند. اصل‌های سنی بسیار وارد میشود. مثلا از وادی بختر نه یک دو هفته پیش از ولایت بخارای جمهوری ازبکستان وارد شد. ما اینها رو همه را گرداندیم. ماده‌های شیمیایی را در آن میزنند، بوی خوشبوی کننده دارد و ما فرق نمیکنند همین را. خریداری намудани асал ҳатман ба муҳлати истифодаи он, санаи истеҳсоли он ва истеҳсолкунанда ки аст диққати ҷиддӣ бидиҳед ва албатта вақти харидорӣ намудан гирифтани расидро аз хазина фаромӯш насозед.